موتور باسل 250 که ظرف صفحه کلاژ داره و یک سر صفحه میسوزونه. بعد این خورشیدی کلاژ اون بچه دیسک کلاژشه که خود شرکتش سوراخ نزده، کانال روغن روش نزده. اینا باید کانال روغن سوراخ بشه. بعد حالا سوراخ کاریش یه اصولی داره، اینو هر جاییشو که میرسه سوراخ نکنید، با مته گشاد وسط بیرون این طرف این تو جاش که باشه خلاف اقربای ساعت، یعنی سمت چپ میچرخه. بعد این پر راه داخل اینا مثلا اینجا یکی رو به بالا داره میچرخه، به چپ میچرخه جوری میاد بالا. این پرها داخل این پرها اینجا میشه نشیمنگاه روغنی که توی این خورشیدی هستش توی این پرها میشینه. بعد شما این جهت چرخشش که به چپ هست، شما باید جلوی پره رو به سمتی که میچرخه جلوی پره رو سوراخ بزنید. اینجوری این یک پره، این دو پره، 3 پره، 4 پره، 5 پره یا 6 پره، برای هر کدومش 3 تا بزنید. این تو دور بالا که با سرعت بالا داره میچرخه، روغنم که اینجا میشینه میشه نیروی گریز از مرکز، تقریبا شبیه همین قیفی روغن میلندش میشه. نیروی گریز از مرکز اینجا که کانال روغن میزنی، روغن رو با فشار میزنه میره تو صفحه، یعنی روغن پرتاب میشه، با فشار میزنه میره به سمت صفحه، عمر صفحه 2 برابر میشه. مثلا شما بیاد این وسط و اینجا رو سوراخ کنید، این قسمت، خب این فشار روغنی که تو صفحه میده خیلی کمه. اینجا تو پره که میزنی، پره با فشار میزنه تو نیروی گریز از مرکز، دور بالا گریز از مرکز میشه، با فشار میزنه قشنگ صفحاتو روغنی میکنه، چرب میکنه. این هم صفحه خنک کاری میشه، هم روغن کاری میشه، مثل این صفحه فابریک اینجوری دیگه نمیشه. داستان سوراخ کاریش هم اصولیش اینجوریه، هر جایی رو میرسه سوراخ نکنید.